یک فوتبالیست تاریخ فوتبال رو کامل هر روز بررسی میکنه. تاریخ فوتبال ایران رو از یک جوان فوتبالیست نوجوان برید بپرسید، از جام جهانی اول تا امروز چند مرتبه به جام جهانی ایران صعود کرده و گل‌ها رو کی زده، تا چه مرحله‌ای رفته، جام‌های حذفی رو، جام‌های آسیایی رو. ولی اگر ما بیایم از تاریخ حرف بزنیم، اولا که نمیذارن میرن آقا اونها در دورانی بودن گذشتن و رفتن. هرگز نگذشتن و رفتن. خون عمر فاروق باید در رگه‌های جوانان جامعه ما تزریق بشود. خون صلاح الدین ایوبی ها بایستی تزریق بشود که وقتی که بیت المقدس رو فتح کرد گفت والله لن یعودوا ما دمنا رجال، گفت به خدا قسم من قدس رو فتح کردم ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، یهود دیگه بر نمیگردد تا زمانی که در میان ما رجال، مردانی باشد. ولی صلاح الدین چه زود ما مردان رو از دست دادیم. ما امروز حیا و عفت و حجاب زنانمون داره میره. ما امروز عزت اسلامی ما داره به هدر گذاشته میشه. کاش فقط سرمایه مادی میرفت. ما امروز داریم عشق به رسول الله رو داریم از دست میدیم. به خدا جوانان روح محمدی رو داریم از دست میدیم. عشق رسول الله رو در سینه ها دارن میسوزونن. شجاعت خالد ابن ولید داره میره، عدالت فاروق اعظم داره میره، علم علی مرتضی داره میره. دانشگاه ها عقیم شدند، حوزه ها بی هویت شدند. هیچ کجای او رو نمیشه استشمام کرد. به قول اقبال ای توهی از ذوق و شوق و سوز و درد، میشناسی عصر ما با ما چه کرد؟ عصر ما را ز ما بیگانه کرد، از جمال مصطفی بیگانه کرد. سوز او تا از میان سینه رفت، جوهر آینه از آینه رفت. دل ز غیر الله بپرداز ای جوان، این جهان کهنه در باز ای جوان. تا کجا بی غیرت دین زیستن، ای مسلمان مردن از این زیستن. در مسلمانان مجو آن ذوق و شوق، آن یقین، آن رنگ و بو، آن ذوق و شوق. عالمان از علم قرآن بی نیاز، صوفیان در بند گرگ و مودراز. گرچه اندر خانقانها های و هوز، کو مسلمانی که صحبا در کدوز. ای فؤاد ای فیصل ای ابن سعود، تا کجا برخیش پیچیدن چو دود. خاک بدها خالدی دیگر بزار. خاک بدها خالدی دیگر بزار، نغمه توحید را دیگر سرای. ای نخیل دشت تو بالنده تر، بر نخیزد از تو فاروقی دیگر. یه فاروق دیگه نمیاد، یه صلاح الدین نمیاد، یک سید جمال الدین اسدآبادی